اوکراین 10 ماشین نخستین ҳамвӣ را که بخشی از کمک‌های غیر تسلیحاتی و نظامی آمریکا است قبول کرد. روز 25 مارس در مراسم قبول کمک‌ها در فرودگاه بوریسپل شهر کیف، پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین شرکت داشت. ماشین‌های ҳамвӣ را به واحدهای نظامی دادند که بر ضد جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین می‌جنگند. انتظار می‌رود در 6 هفته آینده به اوکراین 230 ماشین ҳамвӣ فرستاده شود. در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان نشست نمایندگان نهادهای مبارزه کننده با تروریسم آسیای مرکزی برگزار شد. در این همایش که با مساعدت سفارت بریتانیا صورت گرفت، مقامات انتظامی چندی از کشورهای شوروی سابق حضور داشتند. نیروهای قرقیزستان چند ماه باز است که شیوه‌های مقابله با تهدیدهای احتمالی گروه دولت اسلامی را تمرین می‌کنند. طوری معلوم 100 نفر از جوانان آسیای مرکزی به صف گروه دولت اسلامی پیوستند و در سوریه می‌جنگند. در سربستان ده ها هزار نفر در نمایشگاه ماشین‌های شهر بلگراد شرکت کردند. یکی از ماشین‌های اساسی دیدنی در نمایشگاه ماشین ورزشی مرسدس بنز بود که آن را با قیمت $200,000 فروختند. در سربستان که معاش میانه $300 را تشکیل می‌دهد، اکثر مردم تنها برای دیدن ماشین‌ها آمده بودند. در ولایت بابل عراق در محل شهر باستانی بابلستان انجمن سالانه دختران پشاهنگ کشور به پایان رسید. حرکت دختران پشاهنگ عراق سال 2004 احیا شد. یکی از مربیان پشاهنگان گفت که به این دختران راههای امین ماندن در کشوری جنگ زده به مثل عراق را می‌آموزند.